سلام دوستان، من نیما تیوی هستم. خوش اومدید به این ویدیو جدید. تا شده وقتی کال افتون رو آپدیت میکنید بازی بتلتون رو حالت اول شخص باشه. امروز اومدیم بهتون یاد بدیم که چجوری تغییر بدیم و بذاریمش روی دوم شخص یا سوم شخص. اگه برین تو بتل ای باباش میگی بابام شد. اگه برین رو بتل اینجا، حالا نیازی نیست اینجا که میبینیم دیگه تپپ فپپ، همین دیگه تپپ. اینو که بذاری بازی رو اول شخص برات تیز میشه. اینو بذاری که حالت دوم شخص برات تیز میشه. یعنی چی؟ یعنی اسکین تو میتونی از پشت ببینی. مثلا نکن این حالتی بذار به اتومش بهتون بگم. خب دوستان الان که داریم میبینیم اینجا زده FPP. خب اگه اینو بزنم نکن میره راحت اول شخص و اگه TPP رو بزنیم میره راحت دوم شخص. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه ما بودید. لطفاً چیز ما رو اکانت یوتیوب ما رو دنبال کنید، لایک کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا ویدیو بعد، خداحافظ.